سلام بچه‌ها، به کانال MK تک خوش آمدید. تا حالا براتون پیش اومده که به وای فای یا بلوتوث دستگاهتون نمیتونید وصل بشید؟ پس این ویدیو رو تا آخر ببینید چون قراره کمتر از 1 دقیقه با هم دیگه این مشکل رو حل بکنیم. وارد ستینگ دستگاهتون میشین، روی گزینه ژنرال میزنیم و در پایین صفحه گزینه ترانسفر و ریست آیفون میزنیم. اینجا دو تا گزینه داریم، ریست و erase all content and setting. گزینه دوم کل اطلاعاتمون رو پاک میکنه، پس ما باش کاری نداریم. روی ریست میزنیم. گزینه دوم ریست نتورک ستینگ میزنیم، رمز رو وارد میکنیم، دستگاه ریستارت میشه و مشکل حل شده. ببینید بچه ها، اینم در نظر داشته باشید که با این کار فقط تنظیمات شبکه ریست میشن، یعنی اطلاعاتتون و عکستون به هیچ عنوان پاک نمیشه. اگر این آموزش کمکت کرد سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن، چون قراره کلی آموزش های کاربردی بذارم. مطمئنم به کارتون میاد.